وقتی نماز میخونم و وقتی ذکر میکنم در دل قلبم هم مهر و محبت بسیار میشه چقدر یک وقت گده یک هفته میگذره با و رنگی که در خیالم چین چیزی یعنی که نماز خوندم در خیالم فکرم در دیگه جایه فکرم در زندگی همین سوال یا برادرم پیشتر دادن که من در نمازهام لحظت پیشینه رو گم کردم گفتن یک عالم همین حادثه در او هم شده است. یک استادمون نقل کردن که یک عالم در نمازهاش لحظتهاش گم کرده است مانند پیشینه نیست 3 روز این جانب بعد بین خودش و بین الله تعالی رو جستجو کرده است که چه گناهی کردم که این نعمت رو الله تعالی از من گرفت جستجو کرده است بین خودش و بین الله تعالی یگان مشکلی نیافته است یعنی یگان گناه نیافته است خوشا به حالش بعد بین مردم و بین خودش جستجو کسی را غیبت کردم کسی را تهمت کردم کسی را فریب دادم مالی کسی را خوردم کسی را مثلا ظلم کردم جستجو کرده است حق مردم را نیافته است خوشا به حالش نه حق مردم را خورده است نه حق الله تعالی را پایمال کرده است بعد همسرش فریاد کرده است گفته است که دخترایت را بپرس چی شاید یگان نفری آنها به بلاغت رسید بعد بله یکی از دخترانش 3 روز پیشتر به بلاغت رسیده بود است یعنی وقتی که دخترها به بلاغت کی رسید در حال به شوهر میدادند خانه‌دار میکرده همین هم یک نوعی کمبودی و تقصیر حساب کردیان پیشین آدم‌ها دلاشون پاک بود ببینید بین خودش و بین الله تعالی کافت است نیافته است از اگر یک دفتر گیرید به جای اینکه عیب دیگران را کاوید به جای اینکه دیگر آدم‌ها را گناهش را کاوید یک دفتر گیرید و عیب خودتون را کاوید چقدر عیب میابید بعد بین مردم کی را ظلم کردید کی را دروغ گفتید کی را تهمت کردید کی را حقارت کردید کی را دشنام دادید مالی کی را گرفتید و ندادید یک اگر حساب کتاب کنید پور خطاگی میابید این بنده الله تعالی نیافته است بین خودش بین الله تعالی نیست بین خودش بین خلق نیست بنابراین بعضی عالم ها وقتی که دعا میکردن میگفتن که ای الله هر گناهی که بین من و بین تو است مغفرت کن عفو کن تو بخشنده و عفو کننده هستی هر گناهی که بین من و بین خلق است و از من بردار فاحتمله عنی یعنی اونو برداشت کن از من قدرتی اون ظلمی که به مردم کردم و جوابش گرداندن ندارم تو از من یاری کن گفته دعا میکردی یعنی این دو جانب همیشه بنده خودش رو تفتیش کنند بین خود بین الله تعالی بین خود و بین خلق یا حیوان هم باید ظلم نکنید اگر به سرتان مصیبت بیاد جستجو کنید که چیکار کردم که این مصیبت آمد الله تعالی را ناراضی کردم خلق الله تعالی را ظلم کردم چی گناهی کردم که به سرم این مصیبت آمد گفتگی سوال باید دهید ببینید که هیچ نیافته است با حالی برادر درباره ساعت‌های بودیلنی که میمونیم گفتن آگاهی کننده و هوشیار کننده با نمیفهمیم گفتن با زمان پیشینه به خاطرم آمد پیشینه عالم ها بزرگوارها از گناه که دور بودند قلباشون پاک بود نسبت مردم حسد نداشتند بدبینی نداشتند کینه نداشتند عداوت نداشتند قلب آنها قلبی پاک بود بی ساعت اون وقتا ساعت نبود میخستیان سبحان الله میخستن یکم کاری که میکنن هیزم رو گرم میکردیان هیزم ها در زمستان خنک یخ کردگی اون هیزم در نمیگیره اول هیزم رو گرم میکردیان سپس با آن هیزم آب رو گرم میکردیان شار زمستان خنک بعد طهارت میکنن یا غسل میکنن بعد نماز تهجد میخونن کی آنها رو بیدار میکرد سبحان الله میخستن بی یگان ساعت و به یگان کس هر شب تهجدشان ترک نبود وقتی که از گناه دور بودن وقتی که قلبشان پاک بود هر عملی که میکردن به خاطر الله میکردن هر سخنی که میگفتن پیش از آن که گوین آیا الله از این سخن راضی میشد یا نه حالا همین سخن رو اگر اجرا کنم یا همین عمل رو اجرا کنم آیا الله تعالی از من خوشنود میشد یا از من غضب میکند گفته اول سوال میکردن بعد اجرا میکردن قلبهاشون پاک بود الله تعالی برای آنها توفیق میداد